بینندگان عزیز، برنامه امروزه ما درباره رفتار پیغمبر صلی الله علیه و سلم نسبت مشکلات خانوادگی. چنانچه در برنامه‌های پیشتر ما یادآوری کردیم که حیات پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم یک حیاتی سرشار از عشق و محبت بود. حیاتش همیشه نشان دهنده دوستی با خانواده بود. حیاتش نشان دهنده همیشه نشان دهنده مهر و محبت نسبت خانوادهشان بود. و اولین آیتی که نازل شد ان الذين جاءوا بالافك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خیر لكم. و خداوند اعلان کرد که کسانی که چنین تهمت را در حق شما روا دیدند آنها از جمله شما می باشند، یعنی که جمله شما از گروه شما می باشند. خداوند منافقان را در این اشاره کرد و خداوند اعلان کرد که این به فایده شما است نه به ضرر شما. پس بعد از نازل شدن این آیت ها همه آنها خرسند شدند و مادر حضرت عایشه رضی الله عنها گفت که قومی واحمدی رسول الله صلی الله علیه و سلم، برخیز و شکرگزاری کو به پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم. و عایشه در جواب گفت کلا والله، گفت هرگز نه، هرگز شکرگزاری پیغمبر خدا را من نمی کنم و جز شکرگزاری از خدا دیگر به کسی شکرگزاری نمی کنم. و بعد از این خداوند وقتی که این آیت ها را نازل کرد، آن گروه هایی که یعنی که تقریبا گروه یکم کسانی که از منافقان این آوازه را پهن کردند، آنها را تهدید به عذاب دردناک، به عذاب علم آور در دنیا و آخرت کرد. و بعد از این آیت و آن کسانی که به مجرد که این تهمت را شنیدند گفتند که قالوا هذا افک مبین، گفتند که این تهمت بزرگ است، این تهمت واضح است. آنها کی بودند؟ ابو ایوب انصاری رضی الله عنه و همسرشون. و سیوم گروهی که چون این تهمت را شنیدند اما فقط خاموشی را اختیار کردند، نه تصدیق کردند و این را نگفتند که این دروغ است. آنها را خداوند چیکار کرد؟ توصیه کرد که اگر چنین آوازه و تهمت وقتی که پهن شود، وقتی که انتشار شود، باید که اگر شاهد نباشد نباید چنین آوازه و چنین تهمت را باور کرد. و باز خداوند متعال حضرت ابوبکر را اشاره کرده، چون حضرت ابوبکر وقتی که شنید که مستح پسر خالش در این حادثه و این آوازه را تصدیق کرده است و این آوازه را همیشه میگوید که این آوازه درست است و این تهمت درست است، و قسم خورد و گفت که من دیگر کمک نخواهم کرد، چون خالش و آن مستح و مستح و خانواده مستح کم بضاعت بودند و حضرت ابوبکر رضی الله عنه با آنها کمک میکرد همیشه و گفت که من دیگر کمک نمیکنم. و خداوند در این آیت ها اشاره کرد که آن کسانی که صدقه میکردند برای کم بضاعتان نباید صدقه خود را منع کنند، بلکه باید که چنین کار نیکشان را دوام دهند. همین بود که حضرت ابوبکر رضی الله عنه بعد از نازل شدن این آیت ها گفت که دوباره من یاردم کردن را به خانواده مستح دوام خواهم داد. و باز خداوند تهدید کرد، باز خداوند در آخرین آیت ها اعلام کرد که آن کسانی که چنین آوازه ها، چنین تهمت ها را پهن میکنند، برای آنها عذاب دردناک و عذاب علم آور است در دنیا و آخرت. و بعضی از عالم ها از جمله امام زمخشری در تفسیر این آیت ها میگوید که خداوند چنین
عذاب درناک و عذاب الم آور را در حق آن اشخاصی که آن کسانی که چنین آوازهای دروغ را پهن میکنند چنین تهدید کرد، چنین اعلام کرد عذاب دردناک و عذاب الم آور را که در حق مشرکین چنین عذاب را اعلام نکرده است خداوند. برای همین خداوند در این آیت ها اعلام کرد که هر کسی که چنین آوازها را پهن می کند با عذاب دردناک در دنیا و آخرت گرفتار خواهد شد. پس وای بر حال کسانی که چنین آوازها را امروز پهن می کنند در حق یک مسلمان، در حق یک دختر، در حق یک پسر بر دروغ. وای بر حال آن نویسندگانی که بر دروغ چنین چیزها را می نویسند، چنین آوازها را در حق پاک دامنان پهن می کنند. باید که این آیت ها و باید که این حادثه تاریخی برای آنها یک پند و عبرت باشد. باید که از چنین کارها دست کشند. و دیگر چیزی مهمه که از این ما استفاده میکنیم آن است که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم وقتی که چنین آوازه را شنید هیچگاه همسر خود را نزد، هیچگاه سرزنش نکرد، هیچگاه بد نگفت به حضرت عایشه رضی الله عنها. نگفت که چرا این کار را کردی، چرا برای کافتنی گردنبند قیمت بهات رفتی، آخر نمیشد که نمی رفتی. اما چون این کار نکرد، برعکس چیکار کرد؟ با یک مهارت بلند، با یک مهارت خوب تحقیق و بررسی کرد که آیا این آوازه درست است یا نه که نه. و دیگر کاری که کرد، و ببینید که امروز اگر در بعض خانواده ها اگر اندک مشکلات سر بزند، اولین بعد از مشکلات شدن شوهر با کی جنگ و جنجال میکند؟ با خانواده همسرش. اما پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم بعد از بررسی کردن با جوانان، با زنها، با یک گروه از مردم، آخرین کسانی که با آنها مصلحت و مشورت کرد خانواده همسرش بود. رفت با آنجا، باز آنها مشورت پرسید که چیکار باید کرد. پس این یک درسی بزرگ است برای ما که برای هر یک مرد و زن، برای مرد باید که چنین اگر آوازها در حق همسرش پهن شود، انتشار شود، باید که با صبر و تحمل آن را بررسی کند. باید چنین رفتاری که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم کرد چنین رفتار را انجام دهند. نباید که سراسیمه شده و کار نادرست را انجام داد. و این درس است برای آن خواهران، برای آن زنانی که با چنین تهمت و آوازهای بر دروغ گرفتار می شوند. باید همیشه صبر و تحمل را کرد و هیچگاه راه نداد که چنین مشکلات راه شکستی آنها شود. و چنین چیزی مهمه که درسی مهمه که از این ما استفاده میگیریم آن است که وقتی که حضرت عایشه خودش میدونست که آن پاک دامان است و خودش میدونست که این آوازه دروغ است و این بهتان است، اما با وجود این هم از پیغمبر خدا هیچگاه نپرسید که اگر در من شک داری مرا طلاق بده. اما امروز بعضی از زنها با مجرد که مشکلات رخ میدهد احساساتی شده، صبر نکرده، طلبی طلاق میکنند و شوهرم در آن وقت با قهر و غضب گرفتار میباشد و چی میکند؟ طلاق میدهد همسرش را. پس چون این کار خطا است. نباید با احساسات راه داد در چنین مشکلات خانوادگی. باید این پند و عبرت باشد برای هر یکی ما و شما برادران و خواهران عزیز.